تشکیلات جمعیتی آرمان دلها در عرفه تجلیل یک سالگی تأسیسیابی خود موافق به دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد جلب نورسان و جوانان برای تحصیل در دانشکده و دانشگاه‌ها به اقدام نجیب دست زد. تشکیلات مذکور بنا به افزوده رئیس آن رحمت الله رحیمبایف برای دریافت خوانندگان لیاقتناک و صاحب استعداد از حساب ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات اسفره از عائله‌های نیازمند خاصه از جمله دختران و عزم دستگیری من بعد آنها در دوره داخلشوی و تحصیل در فاکولته صنعت اکتیاری دانشگاه دولتی خوجند به نام باباجان غفوروف و فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره کاستینگ آزمون دایر نمود. آزمون مذکور در 3 دوره از 5 فوریه تا 15 فوریه سال روان در قصر فرهنگ شهر برگزار گردید که در جریان آن 70 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات اسفره که نسبت به کسب هنرهای دیزاینری، آموزگاری، همشیرگی، اکتیاری و رقاصگی ذوق و استعداد داشتند شرکت ورزیدند. نام و نسب 4 نفر غالبان آزمون در مراسم تجلیل یک سالگی فعالیت تشکیلات که سنه 2 مارس در قصر فرهنگ برگزار می‌گردد اعلان کرده خواهد شد. موافق به عهد راهبری تشکیلات پول تحصیل غالبان آزمون به مؤسسه‌های تحصیلات عالی از حساب مبلغ‌های خیریه‌ای تشکیلات جمعیتی آرمان دلها پرداخته می